سلام، خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه. من سپهر سهرابی هستم، معامله‌گر و تحلیلگر بازارهای مالی. توی این ویدیو قراره بریم سراغ مرحله دوم چالشی که با هم شروع کردیم. مرحله‌ای که فقط یک سوال مهم داره: این حساب پاس میشه یا همینجا فیل میشه؟ تارگت سود ما توی این مرحله 4%، حد ضرر روزانه 5% و حد اکثر درودان کل حساب هم 12%. من برای هر معامله 2% ریسک در نظر گرفتم، چون نمیخوام این چالش بیش از حد طولانی و فرسایشی بشه. یعنی با هر استاپ 2% سرمایه رو از دست میدی، اما در مقابل فقط 2 معامله موفق میتونه ما رو مستقیم به تارگت برسونه. سبک معاملاتی من بر اساس نقدینگی‌های لایو بازاره. بنابراین قبل از هر تصمیمی اولین کارم اینه که نواحی مهم نقدینگی رو روی چارت مشخص میکنم. بعد از هاند شدن نقدینگی تایم فریم 30 دقیقه و فعال شدن تریگر ورود، اولین پوزیشن سل رو باز کردم. هدف کاملا مشخص بود: نقدینگی‌های کف مارکت. مثل همیشه ابزار ریسک و ریوارد رو هم روی چارت قرار دادم تا ورود، استاپ و تارگت کاملا دقیق و شفاف باشه. اما این حساب یک مشکل جدی داشت: اسپرد 4 پی پی. اسپردی که هم برای تعیین استاپ و هم برای قرار دادن تی پی کار رو سخت‌تر و حساس‌تر می‌کرد. با این حال معامله اول طبق سناریو حرکت کرد. پوزیشن رو روی نقدینگی تایم فریم 1 دقیقه بستم و با همین معامله 2% از تارگت مرحله تأمین شد. حالا فقط 2% دیگه تا پاس شدن چالش فاصله داشتیم. بعد از مدتی صبر، موقعیت تمیز بعدی خودش رو بالای نقدینگی تایم فریم 5 دقیقه نشون داد. نقدینگی هاند شد، تریگر ورود فعال شد و من وارد دومین معامله سل شدم. این بار همه چیز برای پایان دادن به چالش آماده بود. تیپی رو روی تارگت نهایی تنظیم کردم و منتظر موندم. فقط 2 دقیقه بعد با تشکیل 2 کندل قیمت به حد سود رسید. مرحله دوم چالش با موفقیت پاس شد. روز اول مرحله دوم فقط با 2 معامله به پایان رسید. 2 معامله، 4% سود و یک مرحله موفق دیگر. در پایان ویدیو هم آنالیز کامل حساب رو قرار میدم تا تمام جزئیات، نتایج و عملکرد معاملات کاملا شفاف و قابل بررسی باشه. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه من بودین. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی مواظب سرمایه هاتون باشید.